برای اینکه بتونی کشورت رو آباد کنی حتما باید خانه خودت رو خراب کنی. خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. به تمام افرادی که در خارج از کشور هستن نگاه کن. اگر خانه آنها خراب است، اگر رو هوا هستن، اگر اقامت ندارن، اگر سانسورن، اگر رسانه ها تبلیغشون رو نمی کنن، اگر به پول تلویزیون نرسیدن، رسانه ندارن، اینها رهبران واقعی هستند. زیرا که خانه خودشون رو خراب کردن. اما اگر رسانه دارن، تبلیغ میشن توسط سازمان های امنیتی، کشورها، رسانه ها و اقامت دارن، ماهیگیری میکنن، اینها قطعا خودشون رو فروختن. اینها خانهشون آباد است. تو به دنبال این هستی که کشورت رو آباد کنه؟ زهی خیال باطل. بدرود. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه.